بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. امروز متفاوت‌تر از روزهای دیگر خواهد بود. امروز با بهترین تفکر و بعد از تحقیق زیاد طرف خانه ای از روشندلان می رویم. روشندلان کسانی هستند که در این جامعه به نسبت معلولیتی که دارند از بسیاری چیزها محروم شدند. اینها باید قدر شوند، باید دست اینها گرفته شوند. اینها گرچه با چشم سر چیزی را نمی توانند ببینند، اما با چشم قلب بهتر و خوبتر از همه می توانند همه چیز را ببینند. اینجا همه نیازمندان دعوت شدند. البته امروز را برای نابینایان عزیز اختصاص دادیم و برای راه اندازی این برنامه جا دارد تشکری کنیم از هر کدام شما که برای این قشر جامعه کمک کرده و دست آنان را گرفتید. دوستان عزیز، ما در صدد کسایی هستیم که مستحقین هستند و مستحق باشه. کوچه به کوچه میگردیم تا اینکه کسایی را پیدا کنیم که مستحق باشند. اینجا هم یک دفتر است. فکر کنم که تعداد زیاد از کسایی که نابینا هستند و در پالیس شاید معلولیت هم داشته باشه. چند روز قبل همراه قاری صاحب بابای صحبت کرده بودیم که برنامه شما دیدین، یک چند نعت هم سرش خواندیم و یک قرائت هم کردن. دیگه فعلا نمیجا آمدیم. امروز ما برش گفته بودیم که با تعداد 50 نفر از کسایی که مستحق است و نابینا هستند در پالیس شاید معلولیت هم داشته باشند، ما برشان کمک نقدی میکنیم. از این که اگر آرد روغن میخریدیم باز بردانش برشان مشکل بود. هم پول نقد چیزی که دوستای ما کمک کردن امور تقدیمشان خواد کردیم. دیگه ببینیم کسی هست اجازه است؟ خواه نظیر رو بریم به نام یاد خدا. با عرض سلام خدمت کسایی که همین لحظه ما را از طریق برنامه اشک و لبخند تماشا دارن. امروز ما جای آمدیم که تعداد زیاد از دوستای ما، یک تعدادشان معلول است، یک تعدادشان نابینا است و به همکاری و کمک شما هموطنان عزیز می خواهیم که امروز 50 شخص یا 50 فامیل مورد ستایش قرار بدیم. از طرف کمک های شما پول و نقد برشان توزیع کنیم و دوستا اونجا تصویر میگیرن، کلشان آماده هستن. خدا خیر بده. قاری صاحب بابا یکی زحمت کشیدن و دوستا را جمع کردن. ما قرار بود مواد غذایی خریداری کنیم، اما یکی دوستا بعضیاش معلول است و بعضیاش نابینا است، نمیتونستن که او را انتقال بدن. ما تصمیم به این گرفتیم تیم کاری ما که امور پول نقد بدیم، باز خودشان میفهمن و کارشان. دیگه حالا ما جناب قاری صاحب بابای تقاضا میکنم که بیاین، اگر کدام صحبت داشتن ارائه کنن. و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ما شاء الله والأرض وما طحاها
ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا کریم. درود پاک بر روان ختم مرتبت رسول گرامی اسلام محمد و اهل بیتش بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد. وقت عزیزان رو نمیگیرم. در آخرم از جناب نظری صاحب و همکاراش تشکری میکنم و روشندلای عزیز که امروز اینجا تشریف آوردن، وقت گرانبهای خود از ساعت 8 صبح تا حالا نشستن منتظرن صرف کردن. خداوند بر اینها پاداش دنیا و آخرت بده و این بندام که مسئول از این نابینایان است خداوند عزیز ما را انشالله بدون ریا بدون خودنمایی توفیق بده که بر از این قشر بر از این انسانهای با عزت خدمت و همکاری بکنیم. در آخرم چند کلمه دعا میکنیم. دوستا آمین بگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز. پروردگارا آبروی مؤمنین حاضرین در دنیا و آخرت مریزان. پروردگارا تو را به قانت پیغمبر و اهل بیتش تمام مریضهای مؤمنین، مریضای قریه و دیهاتهای ما و شما، مریضای حاضرین مجلس من شما، خصوصا مریضهایی که در جهان است، پروردگار و مسلمانای عالم را شفای عنایت بفرما. مخصوصا جناب وطن دوست صاحبم کمکار سر نظری صاحب از خداوند او را برای شفای عنایت بفرما. خدا تو را به حق رسول خدا که آبرو داره، این بلایی که در جهان سراحت کرده به نام کرونا، این مرض، پروردگار را به حق پیغمبر و اهل بیتش از تمام کوره جهان این مرض کرونا را ریشه‌کن و نابود بگردان. خدا ما، خود ما، فامیل های ما، عزیزان ما را در این مرض به عزت مبتلا مفرما. پروردگار و عزیزایی که کمک میکنن خارج از کشور در هر سرزمین که هستند، دست هر مستضعفین را که میگیرن، خداوند عزیز برایشان پاداش
و سعادتمندی را نصیب بفرما. پروردگار عزیز عاقبت کارهای ما ختم به خیر بفرما. حوایج مؤمنین خصوصا حوایج حاضرین مجلس ما خدایا برآورده به خیر بفرما. پروردگار به عزت رسول خدا، خدای در کشور عزیز ما افغانستان که 40 سال از بغیر خونریزی، بغیر شهید، معلول، تمام فقر و بیچارگی و اقتصادی که در این کشور نفوذ کرده پروردگار سپری کردیم. حالا یک مرض بد آمده خدایا به عظمت پیغمبر انشاءالله کشور مظلوم افغانستان را که در کشورهای اسلامی و کشورهای جهان از این مرض فقر و بیچارگی نجات بفرما. خصوصا افغانستان عزیز ما را پروردگار این مرض نابود بفرما. در کشور ما صلح و صفا و آرامی و آرامش انشاءالله عنایت بفرما. جناب نظری صاحبم که مصدر خدمت از کدم کاراش، خداوند عزیز دنیا و آخرتش خوب بفرما. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجل واقب امورنا و امور المسلمین خیرا. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته بر محمد اهل بیت الصلوات. اللهم صل علی سیدنا محمد. کمک های صورت گرفته در این برنامه از طرف عتیق الله ببرک از مبلغ 15300 افغانی را ارسال کرده بود. خانم سیما رشید هم از کانادا مبلغ 91400 افغانی را ارسال کرده. بشیر احمد پشتون از نروژ مبلغ 5000 افغانی را ارسال کرده. اسمت خان از آلمان هم مبلغ 12500 افغانی و علینا اختری هم از هلند مبلغ 11000 افغانی را ارسال کرده. کشور هلند مبلغ 11000 افغانی را ارسال کرده. کوچک از جرمنی مبلغ 17000 افغانی را ارسال کرده. کوچک هم از جرمنی مبلغ 17000 از جرمنی 12800 افغانی را ارسال کرده. شبنم با فامیلشان از جرمنی مبلغ 12800 افغانی را ارسال کرده بود. خداداد هم از لندن مبلغ 16000 افغانی را ارسال کرده بود. آصف فقیرزاده هم از لندن مبلغ 10320 افغانی را ارسال کرده بود. اجمل حمیدی هم از امریکا مبلغ 13000 افغانی را ارسال کرده بود. هارون رسا از اتریش مبلغ 6760 افغانی را ارسال کرده بود. عبدالماهر خاکسار از جرمنی مبلغ 14000 افغانی را ارسال کرده بود و فامیل های ابراهیمی هم از جرمنی مبلغ 10450 افغانی را ارسال کرده بود و آقای افغانیار هم از آمریکا مبلغ 12500 افغانی را ارسال کرده بود که مجموع کمک ها در این برنامه 165770 افغانی میشود. دوستی؟ نسیمه جان خب خودت کی هستی مادر؟ این مادر جان کی هست دیگه؟ غلام باید است؟ بگی پدر جان کی هستی تو؟ محمد آقا نام تا بگو پدر. این تو یک دفعه صدای تا بکش نه؟ حالی را گرفتی چی میکنی بخیر؟ این دو جورت میگیرم دیگه؟ روغن برنج توکل به خدا انشاءالله دیگه دفعه باز بخیر غمتان آرد و برنج هم میخوریم چی گپ است؟ ها؟ صحیح نه؟ صحیح. خیالم زیادش کمبوز دی قاری زر یک ذره دستگاه کی هستی؟ رؤوف ابراهیم بکن. نه رؤوف جان قند چی میکنی پیسه را؟ مصرف خانه دیگه مواد اولیه غذایی. تو هم نغم خوردن ماندی. بیا خدا خیر پیش کنه. کی هستی تو؟ خداداد افضلی بتشه. بگی افضلی چای بگی قربانت. تو سخنگوی ملکی است یا نظامی؟ نه ملکی بدل من. خب؟ سلامت. حال در مورد تو پتانگ کدم و گپ نزنیم نه ترسیم جا. نه نزنیم سب یاده. خب
پالیش کیست؟ این سخنگوی است. سخنگوی بنیاد شما خب که تو با ما چند ملاقات داشتی؟ نه قد اوباما سرکار ندارم. میگه 3 دفعه دونالد ترامپ جواب دادی که من دیدار نمیکنم. از بگرام پس رایش کردی نه؟ خب یک دفعه میگه تو را چام کرده بود، ممنوع خروج هم ساخته بود نه؟ نه چرا؟ میگه نبرای ازی خاک. نه نه دوزی موزی خدا کرده بودی؟ نه از کارا دور است. ما چه پیسه گندم میارم میگه زیر زده بودی؟ نه آدم ها زیاد است مادود. خب نه بودی کی ما را میماره بیادرده اونجا قربانت. کی هستی کاکا؟ محمد حسین هستم. تو سخنگوی کجا هستی؟ سخنگوی یعنی بانوان روشندلان هستم. خب تون سخنگوی خانه هستی خیلی دیگه بیگی بخیر قربانت. بگیش کیست؟ بابا در بغلت راکت گرفتی چی را گرفتی تو؟ چیست؟ سلایت هست؟ خب والا من را نزنی او بهتر که من در وقت مکتب کم لط خوردیم کل یک چند سوٹه تو دیم ها. این قاری صاحب نامت چی بود؟ اسدالله. اسدالله. تخلصت؟ حسینی. حسینی صاحب قربانت شام. عادی. من کئی پرسان کردیم او کاکا تو وقت نامت بگی. ببخشید. قربانت شام. 3,000 پس قاری صاحب خود. کلش. میرا بفهمونن که چشمایشو نمیبینن 3,000. تو فعلا خب پیش ما هزاریاست خب؟ باز اگه 500 شد با 6 دانه میشه سیست؟ سلام علیکم. خیر صاحب خوب است. نامه چیست؟ میر عبدالرؤوف. نه قربانت 3,000 پس. اینی بچه را ما کدام جای دیدیم یک دفعه پیش ما موبایل چور کرده بود. همین است؟ مانده نباشی. جور هستی سعادت خوب است. قربانت سلامت باشی. یعنی ویس جان تو را خما یگان جای میبینم 3,000 پس خوب. ای بیادر کی هسته؟ خداداد. کدام خداداد ولد کیست؟ زمینالی همینجا. این خداداد نفر همکار مکسور تا بسیار کارگری کرد. خب کسی که مسئول اینجاست. مسئول از اینجا سا. اینم سید مهدی است که از پشتش کاشپاد بسیار خدمت کرد. آقا صاحب جور هستیم. جان جوره. همین سید مهدی آقاست؟ نه سید مهدی. تو کی هستی؟ اکبر هستی قاری اکبر بشه. کوکا اکبر تو هستی؟ تو کی هستی؟ سید مهدی آقا داده. همین آشپز نیست که دیگه پلاو شولا کرده بود. پلاوی اساس دم میکنم. باز گریخته بود خودش. پدر آروز کوچه ده کوچه که پشتش میدوید. هیله قربانت شم. مانده نباشی. لالا جور هستی؟ سعادت خوبه؟ خوب ما تمیم هستم. برو صحیح است. یه دیگه ریش برو تا کل کرده و خیال بوده کدام موروسی خبر از پیسه را بگیره دیگه منجا خواد رفت. یه نبیگی قربانت. مانده نباشی. خوب واجزک خواستی در خانه با سرشتکا خوب پتکه میکنی نه؟ که بچه گلاس نیست؟ خواهی تو خورده خانه هستی سر تو زیاد پتکه میشه نه؟ حالا بچه ها بیار حالا گلاس بیار بده که مرچی عادت رفته؟ تیز بیا نمک بیاره؟ اینه قربانت چی بود نامت؟ مصطفی جان. تخلص چی بود؟ اینه قربانت 3,000. تو هم یک پیسه را تشخیص کی میتونه؟ اگر می پاری کرد چون نخورن دیگه شما تا نام تو چی بود محترم؟ محمد عزیز. محمد عزیز. تخلصت؟ تخلص مقصودی. تو باش که نجقات دیگه ما بگیرم یک دانه را بگی توی را تشخیص کو چندیست؟ اگر میر تشخیص کنم از کدام؟ دیگه مقصد؟ همی 500 است. نه مرا دیگه پیسه تو سوخت بیادر. پیسه سوخت. هزاری را 500 گفتی او بیادر. اینه قربان چاهم بخیر باشی. مانده نباشی. جان جوره. چی گپاست؟ خیرتی است؟ قاری صاحب نام چیست؟ علی نقی حسین علی. ای علی نقی حسین علی همون نیست که در کاسه کدمه در غوری ششته بود گفته را که چور کرد. گفته را او چور نکرد تو از پیش چور که چشم از نیم. آفرین ما گفتم باش ما دیم در جال از این نخوردگه. اون همونجا بودی تو نه؟ ماریس گوش در چنگه که ویزم. قربانت اینه
یک وقت بیادر میمونه کوری پای نفر در دستش است. نام خودت چیه؟ تیار سعید و عسکری نکدی؟ محمد علی جان بگی بیادر این خود کدام سخنگوی نیست؟ خب استاد افند چی را درس میتی استاد؟ نه خواهش میکنم فارغ شدم سال نابینایان خب یک جای برک نام خدا ختمت خیلی نوشته میتونی دیگه خط گریل کس خب نمو سیستم خودان دیگه او را باز ما خوانده میتونیم یا غیر خودتان دیگه کس خوانده نمیتونه همون موضوع مولا نصرالدین است نه که خط نوشته کرده بود که رفته بود که بیادری خوانده نمیشه گفت برو هر جایی که برم خودم هم میبرم من برش بخوانم تو رقم تا خوردیم یا نه؟ کیسته؟ از ما شد؟ از این شد علی جان گرفت وقت در جیب خود زیر کردی او برادر هیچ وقت نداد که بی چی هست؟ خدا نگاه کنه. سلام علیکم بخیر هستین. نامه که چی بود؟ محمد حسین است. محمد حسین. دیگه چیز نمونده خیلی پاکت خط مونده دیگه میره بتیمش دیگه قاری صاحبا صحیح است چی که از دست رسد نیکوست دیگه. خب من خیلی پاکت خط نگاه کو پیشت باز دیگه دفعه بخیر که آمدی باز غمت میخونیم سعی که این دانه حساب میکنی از پیش از این چطور خطا میره خودت تشخیص میتونی؟ نمیتونی؟ نه گفتی هست ششم ما کار میکرد در زیر زمین چه قمدن از کلش هم میکشیدیم اما ترس یا نه قاری صاحب؟ سلام علیکم میام شریفی دی گذشته داخل جا آورده چی کردیم گوشت قربانی رو هم روان نکردی نه؟ والا ما قربانی نمیکنه قاری صاحب جان تم گوشت قربانی را می ناجوان رایی نکرد برای ما تنها خورد تنها میگم ما برای کسای رایی میکنیم که او پولدار باشه ما تم برای غریب میشه برای پولدار قاری را بگو بگی نگو که بده میگه آجی صاحب باز خفه میشه که بیادر نق ما را ناورد در قصه ما نشد قاری را گفتی چی بگوه؟ مثل یک نفر در دریا افتاده بود که وقتی که ملا صاحب ما را دست تا بگی که میگو بگی وقت گره بده دستش خدا کشید آفرین حالا ما بگویم بگی دیگه نگویم مرا قربانت شم قنبری صاحب خوب قرائت کردی خدا خیرت بده همیشه ما را در دعای داشته باش فراموش نکو فقط بگو خدا یار توفیق عمل بده کار کنن خب برید موتر کنو سپارت من دیگه نظری کجا شد امیر خدا کربلای خدا کیست برید التماس دعا دار ان شاء الله کمک های صورت گرفته در این برنامه از طرف عتیق الله ببرک از لندن که مبلغ 15300 افغانی را ارسال کرده بود. خانم سیما رشید از کانادا مبلغ 91400 افغانی را ارسال کرده بود. بشیر احمد پشتون هم از نروژ 5000 افغانی را ارسال کرده بود. اسمت خان از آلمان مبلغ 12500 افغانی را ارسال کرده بود. لینا اختری هم از کشور هلند مبلغ 11000 افغانی را ارسال کرده بود. خلیل موره و امینه کوچک هم از جرمنی مبلغ 17000 افغانی را ارسال کرده بود. وحید الله و خانم شبنم با فامیلشان از جرمنی مبلغ 12800 افغانی را ارسال کرده بود. خداداد هم از لندن مبلغ 16000 افغانی را ارسال کرده بود. آصف فقیرزاده هم از لندن مبلغ 10320 افغانی را ارسال کرده بود. اجمل حمیدی هم از امریکا مبلغ 13000 افغانی را ارسال کرده بود. هارون رسا از اتریش مبلغ 6760 افغانی را ارسال کرده بود. عبدالماهر خاکسار از جرمنی مبلغ 14000 افغانی را ارسال کرده بود.
و فامیل های ابراهیمی هم از جرمنی مبلغ 10,450 افغانی را ارسال کرده بود و آقای افغانیار هم از آمریکا مبلغ 12,500 افغانی را ارسال کرده بود که مجموع کمک ها در این برنامه 165,770 افغانی می شود.